سلام به همه همراهان عزیزمون. امروز میخوام یه چای مساله پری بی‌نظیر رو بهتون پیشنهاد بدم که فقط کافیه با آب جوش مخلوط و میل کنید. این چای مساله خودش ترکیب ادویه، شیر، چای و شکر رو داره و نیاز به افزودنی دیگه‌ای هم نداره. علاوه بر شیر و شکر و چای مقداری خامه هم داخلش هست که خب خیلی غلیظ‌تر و خوشمزه ترش میکنه. ادویه‌هایی که داخلش استفاده شده دارچین، میخک، هل و زنجبیل هست که ترکیب بسیار عالی داره و طعم بسیار خوب و عطر بی‌نظیری بهش میده. اگر خدای نکرده دچار سرماخوردگی یا گلو درد شدید میتونید از این چای مساله بی‌نظیر استفاده کنید. خیلی سریع علائم رو کاهش میده و بهبود پیدا میکنید. برای رفع خستگی و افزایش انرژی در طی روز هم میتونید ازش استفاده کنید. عالی هستش. هر بسته از این چای شامل 8 ساشه 25 گرمه که شما با هر ساشه به راحتی میتونید 2 فنجان چای تهیه کنید. و من در ادامه تست این چای رو براتون میذارم. بریم با هم دیگه تست چای رو ببینیم. حالا میریم با هم دیگه باز کنیم ببینیم چطوری هستش. همونطور که میبینید دوستان یه پودر آماده است. شما اینو خالی میکنید توی یه دونه لیوان. خودش شکر هم داره. کافیه فقط یک مقدار آب جوش اضافه کنید. چای مساله شما آماده است. بوش بسیار عالیه. طعمش هم الان میگم عالی، بسیار خوشمزه است. حتما پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. هم به صورت بسته هم به صورت ساشه‌ای موجوده.